بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از این دنیا تو را روز سوی عقبی گذر باشد. از این دنیا تو را روز سوی عقبی گذر باشد. نمی ترسی از آن ساعت که در ره صد خطر باشد. ز عزراییل ناندیشی که ناگه به خبر آید. خوشا حال کسی کندم که آن ساعت خبر باشد. قدم لنگی کند آن دم، نفس تنگی کند آن دم. زن و فرزند و خویشانت در آن دم نوحگر باشند. خوری خونی مسلمان را، خوری خونی مسلمان را، چگونه میدهی جان را. ستاند از تو ایمان را، چون الله دادگر باشد. خوری خونی مسلمان را، چگونه میدهی جان را. ستاند از تو ایمان را، چون الله دادگر باشد. بکن کم ظلمت ای ظالم، بکن کم ظلمت ای ظالم. خدا روز شود حاکم. خلاص کی بود آدم که ظالم در سقر باشد. بکن کم ظلمت ای ظالم. خدا هر روز بود حاکم. خلاص کی بود آدم که ظالم در سقر باشد. گناهی به عدد کردیم، رهی کی غلط کردیم. چه بد کردی چه بد کردی که بد کردار خر باشد. چه بد کردی چه بد کردی که بد کردار خر باشد. نکویی را بدی خوانیم، بدی را نیک میدانی. نباشد این مسلمانی دیگر باشد. نباشد این مسلمانی دیگر باشد. اگر گویند بگرد از بد، اگر گویند بگرد از بد، بغری مثل سگ یادد. مگر کرده خدایت رد که این عیبت هنر باشد. مگر کرده خدایت رد که این عیبت هنر باشد. زبردستی مکن هر دم، زبردستی مکن هر دم. من چون زیر دستان را که فرزندی زبردستان. زخار در بدر باشد که فرزند زبردستان. زخار در بدر باشد.
اگر ایمان طلب داری، اگر ایمان طلب داری، به مردان خدا بیشین که به ایمان به مردانی خدای که نور باشد، که به ایمان به مردانی خدای که نور باشد. تو خود کوری نمیدانی، تو خود کوری نمیدانی که مردان خدا چونند، بظاهر چون تو آدم باطنت از دد بتر باشد، بظاهر چون تو آدم باطنت از دد بتر باشد. علای شیخ سعدالدین به کنج عافیت بنشین، به حق گفتن که حق گفتن بنا اهلان ز بدکار بتر باشد، که حق گفتن بنا اهلان ز بدکار بتر باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بركة في العمر وزيادة في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وخلاصا عن النار ودخولا في الجنة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات ودافع خداوند روح ارواح گذشتگان پدران مادران اهل اقربان همین جماعت پروردگار روحشان شاد قبرهاشان پرنور شایسته جنت. پروردگار مهربان ثواب ثمره نده ها را و این مرسی ها را پروردگار از جانب ما به روح ارواح جناب رسول اکرم رسالت صلی الله علیه و آله و سلم برسان. از ما امت عاصی و این امتان خدا در راه اهدنا الصراط المستقیم خداوند هدایت بفرما. خداوند مهربان از معصیت ها و از عقل از فکرهای بد و از فکرهای زشت همه ما را خداوند هدایت کند و نگهبان شود. خداوند مهربان روح ارواح گذشتگان اهل قبر شهیدان و پروردگار مهربان رحمت مغفرت رحمتی اکی مرحوم عمر علی را پروردگار روح شاد قبرش پرنور شایسته جنت بگردان، حران جنت قطع همراه و از حوض کوثر سراب بگردان و آن برادرانی که هستند خداوند همه شما را خداوند در حفظ حمایت خودش نگهبانتان شود. پروردگار مهربان به حرمت لا اله الا الله محمد رسول الله ایمانهای ما را با قوت بگرداند و دین مقدس اسلام در سر تا سر کره زمین پیروز سرفراز بگرداند. خداوند دلهای شوریده ما را به قانون قرآن عمل کردن پروردگار منور بگرداند. فرزندان و پدر و مادران اهل اقربان و پروردگار مهربان صبر جمیل تحمل، فرزندان اکرم و پروردگار مهربان اهل عیالش صبر جمیل و تحمل نصیب روزشان بگرداند و پیروزی را به دست اسلام بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.